یک ببر باغ حیوانات منطقه برانکس نیویورک گرفتار بیماری کووید 19 شده است که انگیزنده آن کرونا ویروس می باشد. روز 5 اپریل سربیطار این باغ حیوانات گفت که این اولین حادثه سرایت ببر از آدم می باشد. پول کیل میگوید ببر 4 ساله که نادیا نام دارد مثل فید به اشتهایش را گم کرده بود. همراه با او 3 ببر دیگر و 3 شیر هم بیمار شدند. سربیطار به این نظر است که ویروس از آدم از کارگران باغ حیوانات به درنده ها گذشته است. به نادیا دواهای مدهوش کننده داده سپس مورد تفتیش قرار دادند. تفتیش ثابت کرد که در تن این جانور کرونا ویروس وجود دارد. باغ حیوانات برانکس در میانهای ماه مارس بسته شده بود. اولین نشانه های بیماری کووید 19 در ببرها 27 مارس ظهور کرده است و همان وقت شعبه بیطاری ریاست کشاورزی ایالات متحده آمریکا ببر را تفتیش کرد.